که اونا الان اطلاع ندارن ما اصلا چه نوع سلاحایی داریم، چه نوع امکاناتی داریم، چه نوع تجهیزاتی داریم و بردش چقدره، خاصیتاش چیه، کلاهکاش چقدر مثلا انفجاری هست، چقدر توان تخریب داره، چقدر برد داره. یعنی این هستش که مثلا چون دشمن خیال میکرد اینجوری میدید که همون چیزی که خود ترامپ قمارباز مطرح کرد که گفت ما ارتش ما قدرتمندترین ارتش دنیاست. خب ارتش دنیا پس چرا به این وضعیت افتاده که از کشورهای دیگه داره التماس میکنه که بیاین کمک، بیاین مثلا راه رو باز کنین، بیاین مثلا فلان کنین، بیاین اینجوری کمک بکنین. خب پس این هستش که به هیچ وجه اینها از ما اطلاعات آنچنانی ندارن. بله در رابطه با شخصیت ها دارن، نمیتونیم بگیم ندارن، در رابطه با شخصیت ها دارن، بالاخره اونم چون آشکار بوده، اما تولیدات ما که دست خودمون بوده و تو انبارها بوده کسی هم مثلا مطلع نیستش. پس لذا اینجاست که من میخوام عرض بکنم که محاسباتشون بر این اساس. این یه مطلبه در رابطه با این. دومی مطلب شناخت به مردممون ندارن اصلا. خب اگر ما مثلا همون چیزی که حضرت امام فرمودن ارتش 20 میلیونی به نام بسیج مستضعفین، من یادمه بالاخره سن و سالمون اون موقع 23-4 سال داشتیم، اینا قشنگ یادمه تو عالم کارم بودیم، مسئولیتم داشتیم. خیلی از سیاستمدارای گذشته و الان هم بعضیشون هستن پوزخند میزدن که امام میگفتن این ارتش 500,000 نفری رو، منظور ارتش جمهوری اسلامی، 500,000 نفری نمیتونه جمع کنه، کنترل کنه. میگه مثلا ارتش 20 میلیونی. اما امام میدونست داره چیکار میکنه. امام میگفت صاحب اصلی این انقلاب مردمه، پس خود مردم باید حفاظت بکنه. یعنی همه به اصطلاح تازه اون موقع چقدر جمعیت داشتیم؟ 38 میلیون. سال 58 بود دیگه، 38 میلیون. خب این بود که مثلا مردم خودشون اومدن تو میدان. تو جنگ 8 ساله هم اگر مثلا مردم نیومده بودن، من به جرئت میگم نمیتونستیم موفق بشیم، مخصوصا بعد از پذیرش قطعنامه. بعضی حتی از مسئولین با محافظاشون اومدن تو جبهه. اینو من به چشم خودم دیدم که اونجا هم شهید شدم. لذا تو این قضیه هم تو جنگ 12 روزم به همین صورت، مخصوصا تو این جنگ که اینها موقعی که رهبری رو به شهادت ترور کردن و به شهادت رسوندن، مردم دیگه طاقتشون تاق شد. از همون شب همینجوری دائم خودشون عزادار میدونن.